همونطور که امروز درست کشیده بودم و تو افکارات خودم غرق شده بودم، یادم افتاد که دیگه اول مهر شده و خونه به شدت کثیفه. هم بعد به خونه میرسیدم، هم بعد به سر و وضع خودم میرسیدم. یه چک لیست از کاری که بعد انجام بدم آماده کردم. یه سری چیزای جدید خریده بودم که قبلش بعد اتاقو جمع و جور میکردم و اینجا دیگه صحبت نمیکنم، ولی حتما تو کامنت بنویسین که ولاگو با آهنگ باشه یا با صدای خودم. چون که قبلا آنباکسینگ گذاشتم، دیگه آنباکس کلیش و اینا رو نذاشتم و اونایی که ولاگ قبل دیده باشن میدونن که این چیه. در این مرحله ما چندین تا لوله داریم که باید این لوله ها رو تبدیل پایه کنیم. و تادا، از این بیلبیلک چرخدارا که توش خوراکی میذارن اسمش ترولیه و خیلی چیز کاربردی و باحالیه. حالا هر چی بخواید میتونید توش بذارین، ولی من خوراکی گذاشتم و از اونجایی که خوراکیام 3 تا کشوی جدا میگرفت، تصمیم گرفتم واسه یه ترولی بخرم که نزدندگی بیشتری داشته باشه. بعد رفتم آرایشگاه دیگه ای، چون آرایشگاه قبلیم خوب نبود، به هوای این که ترمیم کنم، ولی گفتن که ناخناتو به شکلی درست که چقدر داغونه، چقدر زیرش هوا داره، چقدر شکسته، همینجوری کردن تو پاچم. گفتم ما کاشت اسپشال واسط انجام میگم، عزیزم دیگه ناخنات اصلا نمیشکنه، آخ نمیگه و ریموف کردن. دوباره واسم ناخن کاشتن 2 هفته دیگه هم بعد برم دوباره ترمیم و ببین بیشتر از قبلیه کردن تو پاچم. فکر می‌کردم اینجا نمی‌کنن تو پاچم، ولی بیشتر از قبلیه کردن تو پاچم. من کلا آدم تو پاچه کن راحتی هستم، یعنی هر کی می‌خواد سرم کلا بذاره راحت میگه بیا تو پاچت کنم، منم میگم باشه بیا. بعد از اینکه از آرایشگاه اومدم، من رنگ ناخنام خوشم نیومد، بعدش هم روشون لاک قرمز زدم. یه سری خرید آنلاین واسه کشوام انجام دادم که این کشو مورد علاقه‌مه و خیلی خوشگله. خودتون ببینید دیگه ایسان باشه. این کلا پنبریز عشقه، ولی متاسفانه جدیدن گرون شده و کمیاب. اینا رو داشتم و قبلا میذارم یه گوشه. اینا دستمال مرطوبه و ازشون زیاد داشتم، ولی این ماه دیگه نخریدم. اینا رو با خودم توی بگای کوچیک میذارم، وقتی بیرون میرم چند تا دونه ازشون استفاده میکنم. این کیفه رو میذارم اینجا.
این دستگاه واسه گرفتگی عضلات استفاده میشه و گرمایش و ویبره داره. برامون داری چی درست میکنی؟ شیر قهوه. شیر قهوه. اوه اشکال نداره، اشکال نداره. بعدا تمیز کنیم. ریختی پاره بعدش بندیم. بگیرم این آره کفانه. این نشم از اونم برده. بچه‌ها من رفتم خرید کردم، بعد یه پیرن زمستونی گرفتم. بذاریم بهتون نشون بدم. اولین بار بود بدون اینکه لباسی رو بپوشم خریدم و خیلی خوشم اومد. رفتم یه دونه از این خوشبوکننده پیدا کردم، خیلی خوشبوه. هر جا دیدید بخرید، توشم گل داره، گل عروس. میریم سراغ تمیز کردن کمد و کشوها که یکی مهمترین کارهایی که انجام دادم و ببین فکر نکن مثلا چند ماه بود که این کار انجام نداده بودم. میشه گفت هر 2 هفته یه بار این کار انجام میدم و وضعیت همینه. عرضم به خدمتتون که یه سری لباسا انداختم دور، یه سریاشونو گذاشتم توی کیسه که بدم به کسی، یه سریاشونو شستم، یه سریاشونو گذاشتم تو کمد و دنبال لباس میگشتم واسه عروسی به درد بخور باشه که هیچ کدومشون به درد عروسی نمیخوره، حتی اون مجلسیام. به معنای واقع اینجا داشتم از حال میرفتم. حدوداً 2 ساعت درگیر جمع جور کردن این کمد و کشو بودم. حالا میریم سراغ اصل کار. این شکست خورده رو زمین افتادم و داشتم به فکر می‌کردم که چجوری قراره این همه رو جمع کنم. کلی شلوار دارم، مثل این شلوار جذبه و جر خورده ولی عاشق این شلوارم و به شدت راحته. خیلی چیزای چرت و پرت. مثلا شلوار حاملگی خریدم. البته نمیشه گفت حاملگی، ولی آره دیگه حاملگی محسوب میشه دیگه. من یادم خالم حامله بود در این پوشید و اینجوریه که هم بند داره هم کشیه کمرش. یه شلوار دارم با کیفیت، انگار دارم دستفروشی میکنم. من با این انقدر زمین خوردم، این شلوار آخ نگفته. ببینید انواع اقسام کت شلوارها رو دارم. این خیلی خوشگله، اینو 4 سال پیش خریدم عید. اینم که کادوی تولده. کت شلوارم خیلی شیک و باحاله. مزخرف ترین شلواری که خریدم این بود. انگار مثلا میخوام برم باش کوچه ببندم، خیابون ببندم. شلوار کتونم این چیه پس؟ برای کسایی که نمیدونن من مادرم فوت شده و اکثر اوقات چون که بابام سر کاره، من و خواهرم یاسی با هم پیش مام بزرگم زندگی میکنیم. رابطم خیلی با بابام خوبه. اصلا اینطوری نیست که بخاطر اینکه رابطه‌مون بد باشه با یعنی هر وقت که برمیگردم خونه خودمون یه لباس مامانم رو با خودم اینجا میارم ولی به عنوان اینکه اصلا وقتی دلم واسش تنگ میشه اینو بپوشم. کیفم همین مشکیشو دارم. شینگل. من تو حالت معمولی نه ظرف میشورم نه کار خونه زیاد انجام میدم، ولی خب بعضی وقتا واسه اینکه کمکی باشه به مام بزرگم آره مثلا ظرف میشورم، آشپزی میکنم، خونه رو جارو میکنم و اینجور کارا. و به نظرم ظرف شستن باحال‌ترین پارت کار کردن خونه است. از جارو برقی و نمیدونم تمیزکاری و اینا خیلی متنفرم. بچه‌ها تیشرت هم نشون دهنده این نیست که طرفدار قاجارم، فقط چون خیلی باحال بود پوشیدمش و قاجار باکسه. های بچه‌ها تو لباسشویی دیگه رسیدیم به مرحله آخر که لباسای کثیف توی کمد و کشو رو انداختم لباسشویی. تبلیغات نیست اصلا، ولی این مایه نرم کننده سفید ببین مورد علاقه ترین چیز منه، بوی خیلی خوبی هم میده. بعد حالا شاید واسهتون سوال باشه که چرا میریزی رو لباسا، چرا نمیریزی تو در خود لباسشویی؟ به خاطر اینکه اینجوری خیلی بوش بیشتر میمونه.
قصه ما به سر رسید که حلقه به خونش نرسید. تمام شد.